چیزی که داریم میگین دلیل کافی برای طلاق نیست خانم. اگه دلیل دیگه داریم بفهمید. چه دلیل دیگه؟ شوهرتون معتاد باشه، کتکتون بزنه، خرجی نده. نه خیر، ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواین طلاق بگیرین؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم، دیگه دادخواستمو پس میگیرم. حاضری بیای؟ نه خیر، من حاضر نیستم. چرا حاضر نیست حاج آقا؟ بگید چرا حاضر نیست؟ چرا؟ چه خودت میدونی. نه نمیدونم، لطفا یه دور دیگه توضیح بده چرا حاضر نیست. ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید تو این موقع پاشیم بریم خارج. تو یه دلیل بیار چرا باید بمونی. من 1000 تا دلیل برات میارم. یکیشو بگو. یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟ ولی زن تو میتونی ول کنی. من کی تو رو ول کردم؟ تو منو کشوندی دادگاه. تو برای من دادخواست طلاق فرستادی، من کشوندی اینجا از زندگی من انداختی. برو، این اسمش ول کردن نیست حاج آقا. همین الان نگفت اگه میخواد بره. بله الانم میگم وقتی نمیخوای با من زندگی کنی، من به زور که نیاوردمت، به زور میخوام نگرت دارم. برو. یه روز اومدی با من می‌خواستی زندگی کنی، امروز نمی‌خوای زندگی کنی. حال بده. آقای قاضی چیکار کنی؟ ایشون بهونه کرد. من بهونه نکردم. شما گفتی یه دلیل بیار، من اجازه بده من صحبت کنم. بفرمایید. پدر ایشون آلزایمر داره، اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش، اطرافش کی هست، به حالش چه فرقی. چرا این حرفو میزنی؟ فرق میکنه. اون میفهمه که تو پسرشی؟ من که میفهمم اون پدرم. نگاه